از نشانه های قبول ماه شریف رمضان این است که انسان مسلمان موفق به عمل های ثواب و موفق به عمل های خیر می گردد و اولین این عمل ها این روزه گرفتن 6 روز شوال است. از ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید من صام رمضان، هر کسی که ماه شریف رمضان را روزه گرفت، ثم اتبعه 6 من شوال و بعد از آن 6 روز ماه شوال را روزه بگیرد، کان کصیام الدهر، ثواب آن و پاداش آن برابر به 1 سال روزه گرفتن است. رواه مسلم، این روایت مسلم است. از رحمت الهی همین است که 1 ثواب ما را 10 حسنه می دهد، یعنی که 1 کار ثوابی که ما میکنیم الله تعالی آن را 10 ثواب می نویسد. از همین لحاظ 30 روز ماه شریف رمضان را که ما روزه میگیریم این 300 ثواب دارد و 6 روز شوال را اگر روزه بگیریم 6 روزش به مانند 60 روز دیگر می باشد که همگی 360 روز حساب می شود و این به مانند روزه گرفتن 1 سال می باشد. نشانه دیگر قبول گردیدن ماه شریف رمضان این است که ترس الله تبارک و تعالی در دلهای ما و شما زیادتر بگردد. صحابگان کرام از اینکه یک عمل خیر و ثواب را میکردند برای قبول گردیدن آن بسیار اهمیت میدادند، چون که اگر ما کار خیر میکنیم و اینکه روزه میگیریم و آن قبول نگردد این همه زحمت ها بیهوده است. الله سبحانه و تعالی می فرماید انما یتقبل الله من المتقین، الله تبارک و تعالی تنها از پرهیزگاران قبول می گرداند. اگر ما روزه می گیریم به خاطر آنی که مردم بگویند آن شخص روزدار بود، برای ما و شما بغیر از گرسنگی و تشنگی هیچ چیزی باقی نمی ماند. و اگر کسی علم می آموزد تا اینکه مردم بگویند که آن شخص عالم است، یا اینکه قاری قرآن است، یا اینکه صدقه میکنیم به خاطر که مردم بگویند که آن شخص بسیار سخاوتمند است، یعنی که همه این کارها را به خاطر ریا اگر بکنیم، پس باید بدانیم که این شخص ها کسانی هستند که اولین بار آتش جهنم به آنها شعله‌ور می گردد.